سریال همسران بدون شک یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ سریال سازی تلویزیون ایران است. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و در ادامه با ما همراه باشید. این شبها شبکه آیفین با پخش دوباره یک سریال خاطره انگیز یاد روزهای شیرین گذشته را برای مخاطبان تلویزیون زنده کرده است. سریال همسران سال 1373 از شبکه 2 سیما میزبان این سریال بود. همسران داستان دو خانواده همسایه در یک آپارتمان چند طبقه است که سبک زندگی، دغدغه‌ها و حتی رویاهایشان به هم گره خورد. با گذشت زمان آنها از همسایه‌های معمولی به خانواده‌ای بزرگتر تبدیل می‌شوند و این رابطه انسانی عمق بیشتری پیدا می‌کند. بیژن بیرنگ و مسعود رسام با ساخت این سریال الگویی تازه برای خانواده‌های دهه 70 ارائه دادند. سریال همسران آغازگر جریان جدیدی به نام سریال‌های آپارتمانی بود که تا پیش از آن در تلویزیون ایران وجود نداشت. بخش تهیه کنندگان سریال با نگاه خلاقانه محوریت داستان را بر زندگی زناشویی قرار دادند. شخصیت پردازی ها نیز از نقاط قوت سریال بود. یکی از موضوعات مهم سریال همسران حضور بازیگران زن در نقش های طنز بود. خانم مهران مهین ترابی و خانم پاونژاد در این نقش تصویر جدیدی از یک زن ایرانی در ژانر کمدی را ارائه دادند. بیرنگ تاکید کرده هدفش بازنمایی دو زن محترم بوده، نه دختران نوجوان پرشور. همه ما از آیفیلم این سریال را دیدیم. چه خوب و مؤدب با هم صحبت می‌کردند. اکثر سریال های قدیمی همین بود. اونایی که این سریال رو دیدن الان باید بالای 38 سال سن داشته باشن. حالا بعد از 30 سال هنوز هم سریال همسران جذاب و خنده داره. خب شما چند سالتونه؟ آیا این سریال رو دیدین؟ برام کامنت کنید. راستی دکمه سابسکرایب یادتون نره بزنید. ممنونم.